زندگی راحت. البته راحت میشیم. ما تیم خوبی هستیم مگه نه؟ میدونی با پولی که گیرمون میاد میخوام چیکار کنم؟ یه پورشه میخرم آلوالویی. آخ تو که نمیدونی پورشه نشستن چه مزه‌ای داره. خسته شدم از این پراید میرایده. سعید از این به بعد باید حواسمون بیشتر جمع باشه. بعدش یه سفر میرم دور اروپا. از ترکیه هم شروع میکنم. میدونی نادر تو وقتی جدی میشی اصلا حرف نمیزنی. اون وقتی که من میفهمم دارم زیاده روی میکنم. نه؟ تو مثل اینکه اصلا حالیت نیست تا کجا اومدی. میخوایم یه چیزی از دل زمین در بیاریم که کلی میارزه. اون وقت با این فکر زدن الکی داری کل ملت رو باخبر میکنی. خوب باش. وسایل جمع کن باید بریم. خودشه؟ جناب خودشه؟ تو محرکی پسر کار طرف نداره. خود نیست آقای قدرتی اون همه رو تو حساب میکنه. هیچ کس ندیدم مثل تو نماد شناسی بدونه. سعید اونجا تو فاصله 2 متری این درخت رو میکنه. آره خط پایان 2 روز پیاده روی و یون بی پولی خدا شکرت مخلصتم. یه چایی بخور. ممنونم. زمینش خیلی سفته. خیلی دیگه باید بکنی؟ 1 متر. سعید این عمقش کافیه. بیلاره بده من با دست. با دست دارم خاکه بگیرم. خوشبختیه من. بده یه نگاه بهش بندازم. بچه نشو سعید برو اونو پر کن الان شکارچی سر میرسن. نه بابا اینجا پرنده پر نمیزنه که بده دیگه. تو دیوونه شدی مگه میگم اونو پر کن.
سلام آقا. آره پیداش کردیم. باشه تا عصر. سعید وسایل جمع کردی؟ دارم جمع میکنم. سعید چاله رو پر کردی؟ چاله هم برات پر میکنم. تو چه شده همکار؟ همکار سعید تو چی کار کردی سعید؟ هیچی به خدا، فقط میخواستم اینو من با آقای قدرتی برسونم. چرت میگی؟ اصلا چرا قدرتی؟ میدم به یکی که درصد بیشتری بتونه به من بده. دیوونه شدی سعید، اونو بدش به من. سعید اونو بدش به من سعید. سعید میگم اونو بدش من. بیا ناله بیا. سعید اینو میخوای؟ این همه زیر سایه بیا. احمق مگه با تو نیستم، اونو بدش من. بیا نادر بیا بگیرش. نه نمیدم بهت. بیا مال تو. نه نادر نه اشتباه نکن. من رفتم نادر. بای بای. سعید سعید میکشم سعید میکشم. نادر احمق. سعید لعنتی میگیرمت. لعنتی آی خدا.